من قربان بگزاد در صنف سیوم میخونم. من در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 تحصیل میگیرم. کدام ناحیه؟ ناحیه شهرنام. دهه قدی چوشبو. تو در آینده کی شدن میخواهی؟ من میخواهم که یک دکتری بزرگ شوم. تو از چند شاعرها شعر میدونی؟ از 40 شاعر. تو در ساحه ابن سینا آرزو داری که دکتری بزرگ شوی. کنی از بابای ابن سینا یک شعر گو؟ از قعر گل سیاه تا اوج زحال کردم همه مشکلاتی گیتی روحال. بیرون جستم زی بندی هر مکروهیال. هر بند گشوده شد مگر بندی اجال. آدم چند لیتر خون دارد؟ 5 لیتر. ترکیب خون از چی‌هایی برد؟ بلوک، کسلرود، نوکلئید، هیموگلوبین. آدم چند تا معاینه دارد؟ 2 تا. کدام ها؟ معاینه قبول کننده و اداره کننده. آدم چند نمود استخوان دارد؟ 3 نمود. کدام ها؟ استخوان سخت، استخوان ملایم، استخوان ملایم‌تر. کدام ها در کجاها جایگیر شدگی؟ استخوان سخت روی پا، دستان جایگیر شده است. استخوان ملایم شوش قبرغه ها است. ملایم چی؟ ملایم گوش گرتک و استخوان بینی می باشد. بله. آدم دلش چند قطار؟ چنی مشتی خودش. چنی خودش. آدم برای که زنده مونه در ترکیب خون چند فایز هوا در کار؟ 2%. شوش آدم در کجا جایگیر شده؟ در پشت قبرغه ها. آدم درون روده ها از چی برد؟ مویکا مثل پلاتنسای مخروفته. وای مویکا چی وظیفه اجرا میکنن؟ هر یک تای آن وظیفه دارد. هر کدومش وظیفه دارد. آدم چند تا گرده دارد؟ 2 تا. چی وظیفه اجرا میکنن؟ پیشاب تازه میکنن. پیشاب چند نمود ویتامین دارد؟ 72 نمود. 72 نمود ویتامین دارد. خب آدم دلش چی وظیفه اجرا میکنه؟ خون را برگ ها یاری میکنند تا اینکه ما گرمی را حس کنیم. از همه عضو بقوترین آدم تا 70 درجه یخ نمیکند. ما استفاده بریم کجای باید؟ چشم. برای چی یخ نمیکند؟ چشم 2 رگ دارد. خونها در درون رگ تیز حرکت میکنند و چشم گرم میشود. چشم خودش در کجا جایگیر شدگی؟ در کاسه‌خانه سر در درون آب. میشگان های آدم برای چی لازم؟ چشم را از چنگ و خواب محافظت میکنند. موی های بینی برای چی لازم؟ هوای تازه نبوده به شش نرود آن را میقپد. چند نمودی کسان آدم گرفتار میشود؟ چند فایزش؟ 70% از راه نفس، 30% از بی اهمیتی. چخیل از بی اهمیتی؟ مثلا ما در راه ماشین بی اهمیتی کرده از راه ماشین میگذره، ناگاه ما را ماشین میزند، در کوچه دوتاز میکنیم، ناگاه میغلطیم و ما جراحت دار میشیم. 30% از بی اهمیتی. آنکه این از ابن سینا بود. از علمایی که مکتب خودتون میخونیتون از بابای رودکی کنی شعر گو؟ تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود در راه دانش بی نیاز. مردمانی با خرد اندر زمان، راه دانش را با هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا بسر اندر همه بین داشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، بس همه بد برتنی تو جوشن است. از بابای صدرالدین عینی کنیت شعر گو؟ سرگاهم که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آید باید، که از باغ منی گل شاید. سرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد هر دبستان. چرا از این گلستان گل نچینیم؟ چرا در کنج بیکاری نشینیم؟ خوش گفته از یک دانای اسرار، زی گفتار خوش و گویی مدار. از بابای ترسون زاده گو؟ تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. از لایق شعرالیت گو؟ زمین داری زمان داری تو امروز، جهان در جهان داری تو امروز. روز سرودی تو به کنج دل نهان است، چه پروازی عقابان به نشان است. از کمال خوجندی کنیت گو؟ دل مقیمی کوهی جانان است من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تن و تنها غریب. در غریبی جنب سختی می دهد مسکین کمال،
وا غریبا وا غریبی وا غریبا وا غریب. از عبدالرحمن جامی کنیت بگو. خوشتر ز کتاب در جهان یاره نیست، در غم کرده ای زمانه غمخواره نیست. هر لحظه از او در گوشه تنهایی، صد راحت است و هرگز آزاره نیست. از سعدی شیرازی کنی. به شیرینی و زبانی لطف خوشی، توانه کیفیل با موی کشی. حقی استاد است پدر پیش است، زین سبب استاد در پیش است. شد حافظ. اگر آن ترکی شیرازی به دست آرد دلی ما را، مقالی هندیش بخشم سمرقند و بخارا را. ده ساقیمه باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آبی رکناباد و از بیدل تا فضل و هنر آینه پرداز نشد، ز اقبال در بر روی کس باز نشد. فولاد به آهنگ شرف از جوهر یافت، به علم ز جنس خشم از جلالالدین بلخی. کاری به استاد خواهی ساختن، جاهلانه جان بخواهی باختن. از سیدای نصفی. مرغ به بال و پر دیدم دلم آمد به یاد، ناله چغزه چونیدم منزلم آمد به یاد. از فریب و عطای او شدم راضی به مرگ، شب همه شب دست قاتلم علیشیر نوایی. آتش لیلک تاج خسروانی را زیور است، اختری بخری خیالی خام پختن در سر است. از فرقه. اشخینده مهنده که ناتوان دار، رنگین غمیندن چون زفران دار. اجرینده یار کارین فیغان دار، تین مایکوزیندن اشکین روان دار. از شاعره اوروس از سرگی میخالکوف. Беру букварь последний раз, несу букварь просорный класс, и дорогому букварю я говорю благодарю. Ты книга первая моя, теперь читать умею я. На свете много книжки есть, все книжки я могу прочесть. Уж небо осенью дышало, уже же солнышко блистало. Короче, становилось день, лесов таинственный сень. Аз Некрасов. Ну, пошедший ради Бога не боельник и песок, не веселая дорога, садись ко мне, дружок. Много босик, разное тело и едва прикрытый грудь. Не садись, а что за тело, это многославный путь. А Бакыр Рахимзода. شهر دوشنبه عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیبی دنیای دوشنبه. شدم سرسبز در آغوش مهرت، چو دل در سینه‌ام جای دوشنبه. و گردت حلقه بسته کوه ساران، تو را گردیده حامی و نگهبان. همیشه تا که باشی سبز و خورم، ز دل جاری نموده چشم سارم. شاعر هندو شبلی هندوگی. در نظم سه پیامبرانه، هرچند که نبی و بدی، الصاف و قصیده و غزل را انوری فردوسی سعدی. فردوسی. در روی جهانم ندانیم جهان چیست، فرزندی زمانم ندانیم زمان چیست. تا پیر نکردیم نجویم جوانی، تا خاک نکردیم ندانیم که نشان چیست. تا تشنه نمانیم نجویم راه آب، تا گشته نمانیم ندانیم که نان چیست. تا بار نسوزیم ندانیم که خامیم، تا برگ نریزیم ندانیم که خزان چیست. ناشکری ما بر نمک عمر زیاد است، تا جان نبریم ندانیم که جان چیست. ایرج میرزا. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. لبخند نهاد بر لبی من، بر غنچه گل شکفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت.